از بچگی عادت داشتم کتاب بخونم. کتابایی که میخوندم هیچ ربطی به درسام نداشت. یا ژول ورن میخوندم، توی دوره راهنمایی منطق الطیر عطار خوندم، عاشقش بودم، نمیدونم چرا. مادرم همیشه اصرار داشت باید برم رشته ریاضی فیزیک، چون فکر میکرد از داخل من یه مهندس الکترونیکی یه چیزی در میاد. و اولین درسی که توش ضعیف بودم ریاضی بود. نه اینکه توش ضعیف باشم، اصلا خوشم نمیومد مسئله ها رو بشینم اونجوری حل کنم. و بسیار معلم بد اخلاقی هم داشتیم. از همونجا من از ریاضی زده شدم. اما یه چیزی همیشه در درونم بود به اسم موسیقی و شعر. این چیزی بود که همیشه همراه هم بود و نمره انضباطم به خاطر همین موسیقی و شعر همیشه کم بود. علتش این بود قبل اینکه معلم بیاد من داشتم آواز میخوندم. ناظممونم خوشش نمیومد، منو میکشید بیرون. بعضی وقتا لطف میکرد، میزد، بعضی وقتا هم نمیزد، انضباط کم میکرد. ولی خب من دست بردار نبودم. چیزی رو که یادم میاد اینه که رشته تجربی خوندم برای اینکه برم به رشته ریاضی، چون رشته ریاضی رو نیاورده بودم. مادرم اینجوری میخواست، میگفت تو باید بری مهندس بشی. من رفتم رشته ریاضی و در نهایت کنکور دادم و توی کنکورم هم دانشگاه خمینی شهر آزاد رشته برق قدرت قبول شدم. یه ترم رفتم، همین که کتاب انتگرال رو دیدم گفتم تسلیم، خداحافظ، من نیستم. برگشتم رفتم اقتصاد خوندم، گفتم حتما یکم ریاضیش کمتره، ولی اونم یه آمار کوفتی داشت. حالا اونو یه جوری بالاخره گرفتیم نمره رو، ولی اقتصاد شیرین تر بود. من از بچگی با کیت با این چیزها بازی میکردم. پای دستگاه سگا که میشستم بابام میومد میگفت که تهش چی میشه. خب من تو سن کلا ته هیچ چیزی برام جذاب نبود، مثلا سن و سالی نبود که آدم بخواد به ته چیزی فکر کنه. یادم بزرگتر که شدم رفتم بسکتبالیست شدم، رفتم تو تیم سپاهان و متاسفانه قرارداد سوممون دیگه تمدید نشد چون کنسل شد و منحل شد باشگاه سپاهان. اونجا خاتمه دادم ورزش حرفه‌ای رو. دلیلی شد برای اینکه بتونم موسیقی رو به صورت جدی دنبال کنم. صدای من اون ته میشنوین؟ و در نهایت موسیقی شد همه چیز من. جلوتر که اومدم خودم رو توی موسیقی پیدا کردم، یک هویتی برای خودم ساختم و به عشق در حقیقت سالیانم رسیدم. موسیقی برای من همه چیز بود و امروز در 33 سالگی، 33 سال و 10 روزگی در خدمت شما هستم اینجا تا براتون در مورد اند صحبت کنم. به افتخار خودتون. این از این وری جناب آقای نیچه میفرمایند که زندگی رو به شکل یا جهان رو بهتر به شکل یک اثر هنری نگاه بهش بکنیم. خب ما هم میخوایم از همین دریچه نگاه بکنیم به زندگی و جهان. آثار هنری یک ویژگی دارن، یه جا شروع میشن یه جا تموم میشن. این ویژگی هر اثر هنریه، خیلی نزدیک به زندگی های ما. هنرمندا جزو خلاق‌ترین آدم‌های روی کره زمین بودن. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که آدم‌های خلاق اصولاً نقاطی رو می‌بینن که دیگران اون نقاط رو نمی‌بینن و اون نقاط رو به هم وصل می‌کنن و از دل این اتصال‌ها چیزهای جدید خلق می‌کنن. هنرمندان بزرگ همشون این ویژگی رو داشتن. اگر بخوام در مورد رشته خودم بگم، فرض بکنید زندگی ما مثل یه آلبوم موسیقیه. هر کدوم از ما یک آلبوم برای خودمون در نظر میگیریم. این آلبوم ها داخلش یه سری ترک داره. هر کدوم این ترک ها رو که شما پلی میکنید از یک جای شروع میشه و یک جای تموم میشه. هر ترک یک شخصیت مستقل داره. اون چیزی که در حقیقت ما در داخل ترک ها داریم کارها و عملکردهای ما هستن. فرض بکنید یک آهنگساز یک آهنگ رو از یک نقطه شروع میکنه، از یک احساس، جرقه، یک فکر، ولی فقط این یک استارته. آهنگساز اون رو ادامه میده با علمش، با دانشش.
با جهان بینیش جلو میره بالا پایین، صداهای کم زیاد، آهنگ صداها با هم درگیر میشن و در نهایت صداها در یک جایی باید تموم بشن. اما این تمام ماجرای ما نیست. توی موسیقی مهمترین نقطه‌ای که آهنگسازا دوست دارن بهش برسن اینجاست. بهش میگن دولا خط پایان. وقتی آهنگساز به اینجا میرسه، اثرش دارای هویت میشه. میتونه براش اسم بذاره. یه شناسنامه براش میگیره، از این بعد صداش میکنه احمد. اسم آهنگ چیه؟ خسرو. خیلی از آهنگا شما نگاه میکنید میبینید که اسامیشون اسامی عجیب غریبی هستن. اگه از آهنگسازش بپرسی چرا این اسم گذاشتی، نگاهتون میکنه. تهش میتونه بگه دوست داشتم. زندگی همه ما هم همینجوره. یه نفر به اون نگاه میکنه میگه چرا اینجوری، میگه دوست داشتم. من اینجوری طی کردم. ولی در نهایت همه آهنگسازها یک جایی به اند فکر میکنن. این اندها خیلی مهمه. دلیلش اینه که اندها هویت میسازن. پایانها هستن که برای ما یک هویتی رو شکل میدن و این هویت رو شما میتونید قابل شمارش بدونید، میتونید بفهمیدش، میتونید بشناسید، میتونید جداش بکنید از بقیه. فرض بکنید جناب آقای بتهوون سمفونی 5 رو که داره نواخته میشه شروع میکرد و تهش رو میداد به دست 10 تا آهنگساز. چه اتفاقی میافتاد؟ اگر میداد به موزارت، این اندینگیه که خود بتهوون زده. یه بار دیگه گوشش بدیم. اندینگ که خود بتهوون زده اصلا ربطی به شخصیت بازیگوش موزارت نداشت. یک نکته خیلی مهم در اندها هست. اندها منحصر به فردن. پایانها به ذات و جهانبینی هر شخصی بستگی دارن. هیچ دوتا پایانی شبیه هم نیست و نخواین پایانهای کسی رو شما بهش تحمیل بکنین و نذارین کسی پایان رو به شما تحمیل بکنه. اون چرا که میدونید اجرا بکنید. یه نکته خیلی مهمی که من توی رشته اقتصاد فهمیدم، توی این چند روزی که من داشتم در مورد این مبحث در حقیقت یه سرچی میکردم، دیدم که اگر اقتصاد میخوندم، یعنی ادامه میدادم میرفتم تا بالاتر، شاید به یه جاهایی میرسیدم، چون واقعا دیدم اقتصاد رو دوست دارم. علتش هم برمیگرده به این که اقتصاد رو ما با پوست و گوشت و استخونمون لمس میکنیم، نه به خاطر به قضیه پول فقط توی اقتصاد مطرح نیست. توی اقتصاد خیلی چیزا مطرحه. مهمترین قضیه که توی اقتصاد مطرحه در حقیقت زمانیه که داریم از دست میدیم. توی اقتصاد یه نکته خیلی جالب داره که به من کمک کرد تا به شما بیام در میون بذارم و ببینیم که اندها بهتر کجا باشن. همه ما توی زندگیمون به یک جاهایی میرسیم که میگیم تمومش کنیم یا نکنیم. کیا رسیدن به همچین نقطه‌ای؟ چقدر کم، بقیه همه رد کردن. خوبه. همه ما میرسیم به یه جایی میگیم که کات کنیم یا نکنیم، بخرم یا نخرم. تصمیم گرفته بره شمال، 3 هفته است میگه برم یا نرم. یک جایی باید یه اند بذاریم. منحنی تابع مطلوبیت توی اقتصاد خیلی به من کمک کرد تا یک چیزی رو خیلی در حقیقت واضح بتونم بیان بکنم. تو منحنی تابع مطلوبیت به ما اینجوری میگفتن که اگر شما مصرف یک چیز رو در نظر بگیرید که به شما لذت میده، برای شما مطلوبه، هرچی مصرفش زیادتر بشه قرار نیست مطلوبیتش هم زیادتر بشه. مثل چی؟ مثل خوردن سیب. اولین سیبی که شما میخورید انقدر براتون مطلوبه که تا اون چی بهش میگن، تا اون بیلبیلک آخرش هم که هست، تا اونجا بهش رحم نمیکنید. دومین سیب که به شما تعارف میشه نصفش رو میخورید.
سومین سیب رو معلوم نیست اصلا دهن بزنید یا نه. تو مصرف آب همینه. الان تشنمونه، ظهر، گرم، تابستون، یه لیوان آب خیلی خنک به ما میدن. لیوان اولی رو که میخوریم 100 از 100 برای ما مطلوبیت داره. دومی رو به ما تعارف میکنن 70 تاست میخوریم. سومی رو که تعارف میکنن یکم فکر میکنیم، میگیم گرمه. سومی رو هم جا هست، سومی رو هم میخوریم. اما چهارمی رو معلوم نیست. اگر دست و پامون رو ببندن و پنجمی رو بریزن توی حلقمون، اونجا شروع نارضایتی ماه. یه نکته خیلی مهم اینجا هست. پایان‌ها دقیقاً و بهترین جاشون در اوج تابع مطلوبیتمونه. یه مثال خیلی سرراست براتون میزنم. چند نفر اینجا معمارن یا معماری دارن میخونن؟ خوبه. میرین پیش در حقیقت کارفرما به شما یه مبلغی پول داده و شما یک بنایی رو براش در حقیقت طراحی کردین. از لحاظ روحی خودتون ارضا شدین، از لحاظ مادی و اون چیزی که کارفرما خواسته تمام اون چیزها رو براش در حقیقت ساختین، تکمیل کردین و کارفرما میاد میگه که بله خیلی هر دو خوشحال. یهو شما میگی که به عنوان یه معمار میگی صبر کنید، یه گلدون اینجا کمه، یه گلدون هم بذارید. کارفرما یه نگاه میکنه میگه هزینه‌اش چقدر میشه؟ میگی 1.5 میلیون. البته تو بازار الان اگه یه گلدون بزرگ باشه که دور و بر 3-4 میلیون 5 میلیون هزینه میبره. کارفرما اخماش میره توی هم. همونجا باید کات کنی، جلوتر نرو. داری تابع مطلوبیتش رو، داری ماکسیمومش رو رد میکنی. بهترین جاهایی که توی روابطمون میتونیم این اتفاق رو در حقیقت رقم بزنیم، جاییه که توی روابطمون شروع نارضایتی میشه. با طرف دوست شدی، هفته‌های اول، ماه‌های اول خیلی خوبه. 3 ماه بعد یه سری چیزا رو مخت میره. 4 ماه بعد اعصابتو داغون میکنه. 6 ماه بعد زنگ میزنه میگه بریم بیرون، میگه ببین من یه جای کار دارم با یکی دیگه، میپیچونیش. بهترین جایی که میتونید کات کنی همینجاست، چون بودنش آزاردهنده است. منحنی تابعت رو داره رد میکنه، دیگه برات مطلوبیتی نداره. همونجا بهتره یک پایان خیلی قشنگ بسازیم. نکته ای که اینجاست، ما باید پایان هامون رو هنرمندانه انجام بدیم. پایان ها میتونن حامل خیلی از چیزها باشن. پایان ها میتونن شگفتی ساز باشن. موضوع بحث قبلی ما شگفتی بود و آقای دکتر طاهری اگر اشتباه نکنم بسیار زیبا این رو بیان کردن که شگفتی ها چقدر در حقیقت توی زندگی ما هستن، میبینیمشون و آینده و خیلی چیزهای دیگه که بسیار زیبا بیان کردن. یکی از جاهایی که شما میتونید شگفتی سازی بکنید پایان ها هستن. تمام موزیسین ها به پایان های خیلی خوب و خیلی مقتدر و خیلی زیبا فکر میکنن توی آهنگ هاشون. یادم تمرین که میکردیم برای اجرا، خب بچه‌ها تازه اومده بودن نشسته بودن و بعد شروع می‌کردن یه جاهای بعضی وقتا از دست بعضی از نوازنده در میرفت نمیرسید. آخر قطعه رو که درست میزدیم رهبر گروهمون میگفت که خوبه، همین خوبه. میگفتیم چرا؟ میگم همین آخرش که خوب باشه تموم بشه بقیه‌اش درست میشه. پایان‌ها خیلی مهمن، نقاط عطف زندگی ما هستن. یکی از جاهایی که من پایان رو خیلی خوب لمس کردم لب مرز بود. یادمه بعد از خدمت سربازی، چون من سربازیم تهران بود، سوار اتوبوس میشدم، هر هفته میومدم تهران، میرفتم کلاس داشتم، میرفتم صبح شنبه دانشگاه پلیس، میومدم اصفهان، میرفتم. بعد مسافرایی رو که میدیدم دم فرودگاه امام خمینی از اتوبوس پیاده میشن با یه حسرتی میگفتم یعنی میشه منم یه روزی با پاسپورت از اینجا برم. و جالب بود که اولین سفر خارج از کشورم با هواپیما نبود، از مرز زمینی رد شدم. یه سفر خورد به تورمون که ما بریم آذربایجان، گفتیم با ماشین میریم، خیلی هم کیف داد. اولین بار که از مرز رد شدم من معنای پایان رو اونجا لمس کردم. اند برای من یه معنای خیلی زیبا داشت اونجا. وقتی افسر بدعنقی که اونجا نشسته بود و پاسپورت منو مهر زد که هم درجه من بود تو خدمت سربازی و پاسپورت منو مهر زد، میدونستم چرا به من اخم میکنه، چون 30 سال نمیتونه از اون مرز رد بشه، خیلی سخته. به محض اینکه من رد شدم اون طرف یه خانوم افسر مهر زد روی پاسپورتم و با لبخند بهم گفت خوش اومدین.
به زبون آذری. و من اونجا فهمیدم که پایان‌ها میتونن شگفتی ایجاد بکنن و پایان‌ها میتونن جذاب باشن، میتونن خنده‌رو باشن، پایان‌ها میتونن یک آغاز باشن. چیزی که مرز به من یاد داد این بود که پایان‌ها واقعاً پایان نیستن. پایان‌ها نقاط اتصال تفاوت‌ها هستن. همون نقطه عطفیه که ما خیلی جاها دنبالش میگردیم. جمله‌ای که دارین میخونین خیلی در حقیقت میتونه الهام بخش باشه. یک جاهای ما باید اند رو قرار بدیم، جنگ رو پایان بدید قبل از اینکه جنگ شما رو پایان بده. یه سری از فکرها همین جوری با ما دارن میان، یک جایی باید کاتش بکنیم. اگر قرار بود به ازای هر یک دونه فکر یک طناب به ما بسته بشه، یه سری آدم رو میدیدیم که روی زمین با یک عالمه طناب پشت سرش همینجوری، طناب‌هایی که از همین کشیده است، فقط داره راه میره. مغز ما دائما اینها رو داره با خودش حمل میکنه. چند نفرتون سعی کردین تا حالا یک پایان دهنده خوب باشین؟ خوشحالم چون با اقتدار دست گرفت. چرخه‌ای که ما در پایان می‌بینیم به این شکله. گفتیم پایان‌ها میتونن شگفتی ساز باشن. خب شگفتی‌ها در ما چی ایجاد میکنن؟ شگفتی‌ها در ما احساسات رو برانگیخته میکنن. به خاطر همینه آخر هر آهنگی توی کنسرت‌ها به محض اینکه تموم میشه مردم بلند میشن دست میزنن با شوق. بعضیا گریه میکنن، بعضیا میخندن، بعضیا دوست دارن صندلی رو با خودشون بکنن. شگفتی‌ها در حقیقت در ما احساسات رو برانگیخته میکنن. برانگیختگی احساسات در ما چی رو ایجاد میکنه؟ تصمیم. من از اون لحظه یک تصمیم میگیرم. تصمیمات در ما چی رو ایجاد میکنن؟ هدف. هدف‌ها چی رو ایجاد میکنن؟ هدف‌ها باعث استارت میشن. این چرخه رو نگاه کنید. این چرخه استارت و پایان زندگی ما. اما یک چیز رو بدونید، تا به پایان نرسید نمیتونید استارت کنید. این پایان رو هر کسی در ذهن خودش یک جوری تعبیر میکنه. واقعا فکر کردن به پایان مثل فکر کردن به مرگ میمونه. من شخصا خودم مرگ رو هیچ وقت یک چیز سیاه و زشت نمیدونم. به خاطر همین هیچ وقت نمیتونم بگم ناراحت نشدم از دست دادن دوستام. یکیشون در سن 24 سالگی، یکیشون در سن 28 سالگی. واقعا برام سخت بود، ولی چون میدونم که پایان‌ها این شکلی هستن، این ناراحتی تبدیل به امید میشه. بزرگترین خلاقیتی که ما میتونیم در مورد خودمون انجام بدیم اینه که هر چیزی رو در خودمون تبدیل به امید بکنیم. اگر تونستیم تبدیل به امید بکنیم، میتونیم درست زندگی بکنیم، راحت زندگی بکنیم. وگرنه سیتی سنتر خیلی ارتفاع بلندی داره. پیشنهاد میکنم از همون بالا تمومش بکنیم. خب نرید تموم کنید خدا وکیلی بعد بگید این گفت. اگه بعد از این جریان این اتفاق افتاد خدا من مقصرش نیستم. من دارم میگم امید داشته باشید. نمیگم بزرگترین، یکی از شاهکارهای خلاقیت بشر اختراع قیچی بود. ما باید قیچی رو خیلی خوب بشناسیم. از این جهت خانم‌ها توی کیفشون همیشه یک قیچی کوچیک دارن. یک پله مطمئنا در حال چیزای دیگه که بمانن، در این یکی واقعا از ما جلوترن. به افتخار خانم‌های دست بزنید. تجربه ثابت کرده که اگه پاش بیفته خانم‌ها خیلی قاطع‌تر میتونن باشن در قیچی زدن. ما باید هر کدوممون توی زندگیمون یک قیچی داشته باشیم. این قیچی به ما خیلی کمک میکنه. یک جایی باید رابطت رو قیچی کنیم.
این قیچی که منظورمه نه اینکه حالا همه فکر کنیم بگیم که کات کنیم تموم شه بره، نه، یک جایی باید به این فکر کنیم که این نقطه عطف پایان یک چیزی هست و شروع یک چیز دیگه. هر چیزی میتونه باشه، میتونه بعدش ازدواج باشه، میتونه بعدش یک رابطه دوستی باشه، میتونه هر اتفاقی باشه در روابط انسانی، میتونه کار باشه، ولی قیچیتون همیشه دستتون باشه. من خیلی جاها توی زندگی قیچی دستم نبود و همینجوری سالیان سال میدیدم که یک سری پروژه همینجوری دنبال من داره میاد. شبا بهش فکر میکردم، صبح بهش فکر میکردم و درگیر بودم همیشه. اما یه نکته خیلی مهمی هم اینجا رو دوست دارم بگم که به میگن یه کمدین خوب، تصویرش هر کی میبینه میخنده. ما قرار نیست برای این که بخوایم در حقیقت به یک چیزی پایان بدیم هیچ چیزی رو شروع نکنیم، منتظر بمونیم و بگیم که من 2 تا کار دارم هنوز انجام ندادم پس هیچ چیز دیگه‌ای رو در زندگیم شروع نمی‌کنم. این کاریه که آدم‌های خلاق نمی‌کنن. آدم‌های خلاق و بسیار از آدم‌های رو کره زمین به صورت ناخودآگاه مالتی تاسکن، چند کاری هن. یعنی ما میتونیم توی ذهنمون چند تا پروژه رو برداریم، هندل بکنیم، بریم جلو. آلبرت اینشتین این شکلی بود. 4 تا از در حقیقت پروژه‌ای رو که داشت با هم دیگه پیش می‌برد. یکیش خیلی سخت بود، رفت سراغ اونهای دیگه، براش نوبل گرفت، ولی اون برگشت اونها رو دوباره انجام داد و رفت جلو. داروین همینجور بود. و بسیاری از افراد دیگه. هر کدوم از ما میتونیم یک آدمی باشیم با چند توانایی. بیایم توانایی هامون رو بشناسیم. یه بار یه آینه بذاریم جلوی خودمون ببینیم چه توانایی داریم. من توانایی که در خودم دیدم از بچگی در درونم بود. حفظ میکردم. حفظیاتم خیلی خوب بود. ادبیاتم قوی بود چون حفظیاتم قوی بود. داستانم خیلی خوب بود. میشنیدم داستان‌ها رو و عاشق داستان بودم. این توانایی ها بود که من رو رسوند یک روزی به این که بتونم بیام اینجا و در مورد اند با شما صحبت بکنم. البته باعث افتخارمه که اینجا هستم ولی من کاری رو کردم که استعدادم به من میگفت تو برای این ساخته شدی. در خودمون بگردیم مطمئناً چیزهای زیادی پیدا میکنیم. میخوام یه شخصیتی رو اینجا براتون معرفی بکنم. قبلش میخوام یه چیزی بگم. توی شهر وقتی گذر میکنید شاید چشمتون خورده باشه، دم پل فردوسی یه ساختمونی هست سالیان سال بلا تکلیف افتاده. هر وقت از جلوش رد میشم حال بد بهم دست میده. همیشه خودم میپرسم تهش قرار چی بشه. بسیاری پروژه نیمه تمام داره بشر. یکی از دلایل عمدش اینه که ما به پایان هامون هیچ وقت متعهد نبودیم. ما به استارت زدن متعهدیم. استارت زدن ذات ماه، از اون لحظه‌ای که به دنیا میاد. اما پایان دادن تعهد ماه. سعی کنیم شبیه جان استفن آکواری باشیم. المپیک 1968 مکزیک، وقتی استارت 2 ماراتون در حقیقت بزرگ زده شد. 2 ماراتون همونجور که میدونید بعضی وقتا 50 60 70 کیلومتر 2 ماراتون. نه دیگه دونده تمام جون و رمقش رو میذاره. وقتی استارت زده شد 20 کیلومتر اول جان استفن خورد زمین، زانوش آسیب دید. وقتی زانوش آسیب دید بانداژش کردن، دکتر بهش گفتن میتونی بزنی کنار، مشکلی نداره به خاطر آسیب دیدگی. مسابقه تموم شد. 2 ساعت خورده بعد از استارت نفر اول رد شد، دوم، سوم و در نهایت مدال ها رو دادن. خبرنگارا مردم داشتن ترک میکردن سالن که بلندگو اعلام کردن 1 نفر دیگه توی مسیره. کسی که توی مسیر بود فقط به یک چیز فکر میکرد، به پایان. وقتی که مردم این رو شنیدن گفتن این دیگه چه دیوونه ایه.
مسابقه تموم شده، همه رفتن، نفر 50 خورده‌ایومه. وقتی وارد ورزشگاه شد همه مردم برگشتن توی ورزشگاه ببینن این کی بوده. جمعیت، خبرنگارا بیشتر از نفر اول تحویلش گرفتن، ریختن دورش. وقتی از خط پایان رد شد، جان استفن از کنار زانوش قطرات خون میومد، به زمین میفته و خبرنگارا دورش میکنن. اولی سوالی که ازش میپرسن اینه: چرا نرفتی کنار؟ جان استفن یک چیز بهشون میگه من از تانزانیا میام، مردم فقیر کشور من 5000 مایل منو نفرستادن به اینجا که استارت بزنم، منو فرستادن اینجا تا به پایان برسم. جان استفن اسمش بیشتر از نفر اول توی تمام روزنامه ها میره. از اون سال کسی نفر اول رو نمیشناخت، ولی جان استفن آخری رو میشناختن، چون تنها کسی بود که به پایان متعهد بود. و جالبه بدونید که جان استفن بعد از اون چند بار دیگه شرکت کرد، به مقام سوم هم رسید، اما هیچ وقت این خاطرش از ذهن مردم فراموش نشد و یک روزی مشعل المپیک رو بهش دادن و گفتن تو لایقشی، اینو حمل کن، ببر روشنش کن. المپیک ها برای همین بودن، یه پایان دهنده خوب باشیم تو زندگیمون. به افتخار خودتون. میشه درش بیارین از توی کوچه ها. اونهایی که برگه ندارید، موبایل هاتون پیشتون هست و مطمئنا نطق داره. میخوام یه تمرین بامزه رو با هم انجام بدیم. سه تا از کارهایی که توی ذهنتون هست و این سه تا کار تموم نشده. بنویسید. سه تا از مخترینشون رو بنویسید. کسی هست که بگه من کاری ندارم که تموم نشده؟ اگر دست گرفت باید سالن رو ترک کنه. واقعا شما هیچ کاری ندارین که تموم نشده باشه؟ همه رو انجام دادین تا همین امروز صبح؟ من نمیشنوم صداتون رو، ولی امیدوارم همینجور باشه. پس یه استارت بزنید. هر استارتی که شما میزنید یعنی اینکه یه کاری دارید که هنوز تموم نشده. من خودم لیست کردم 18 تا کار داشتم که سالیان سال باهامه و هنوز تموم نشده. و جالب بود که این سخنرانی به من کمک کرد تا بتونم اونها رو لیست کنم توی موبایلم و هر روز بهشون نگاه کنم. هر روز بهش نگاه میکنم تا قبل از اینکه اونها من رو تموم کنن، من اونها رو تموم کنم. به کارهاتون خیلی خوب نگاه کنم. میخوایم یک کمی بریم در عالم مدیتیشن. ممکن هست صدای تصویر رو یه مقداری صدای تصویر رو یه مقدار زیادتر کنید. خب یه درخواست ازتون دارم. صدای تصویر رو میتونید زیادتر کنید؟ خوب به این سه تا نگاه کنید. بگین روبروتون، قشنگ روبروتون بگین. نشد این شکلی. بگین روبروتون، خوب بهش نگاه کنید. حالا بیارینش پایین درگاه. میخوایم یه مدیتیشن کوتاه با هم بکنیم. چشماتون رو ببندید. همه لطفاً چشماتون رو ببندید. از یک راهرو
مستقیم جلو میریم. هرچی جلوتر میریم روشن‌تر میشه. انتهای راهرو یک در سفید رنگه. در سفید رنگ رو نگاه میکنیم. بالای در نوشته به مغز خودتون خوش اومدید. در سفید رنگ رو باز میکنید. با دنیایی از مانیتورهایی مواجه میشیم که تصاویر مختلف زندگی شما رو نشون میدن. انتخاب شد دلیل داشت چرا انگلیسی، به دلیل اینکه توی موسیقی جهانی من اسمش رو میذارم قطعاتی به این شکل خیلی زیادن. این قطعه بعد از جنگ ویتنام نوشته شده توسط یکی از بزرگترین آهنگسازان معاصر سبک جاز به نام لوئیس آرمسترانگ، یک سیاه پوست اهل امریکا
که بسیار صلح طلب بود و رنج زیادی توی زندگیش کشیده بود. من توصیه میکنم What a Wonderful World رو حتما با صدای لوئیس آرمسترانگ بشنوین، چون یکی از عجیب‌ترین صداهای تاریخ بشر بوده. حتما با صداش بشنوید. و اینکه در آخر تشکر میکنم از آقای زمانی. پیشنهاد خوندن رو ایشون دادن، من هم که از بچگی عاشق خوندن بودم و رد نکردم. یه دست به افتخار آقای زمانی بزنید. یک جوان بازو و با پشتکار. من امیدوارم که بتونم در کنارش کمکی باشم و هر کدوم از ما بتونیم به این جمعیت کمکی بکنیم، یک در حقیقت کمک فکری انگیزشی انجام بدیم، بسیار به خودمون لطف کردیم. به افتخار خودتون.